4 نکته برای کنترل اشتها. نوشیدن 1 لیوان آب قبل از وعده‌های صبحانه، نهار و شام. برای تاثیر بیشتر میتونید با آب لیموی تازه به علاوه تخم شربتی یا خاک شیر به علاوه نوک قاشق کوچک دارچین و زنجبیل ترکیبش کنید. داشتن سبزیجات کم کالری در وعده‌های اصلی یا به عنوان سالاد و یا به شکل پخته در کنار غذا. سبزیجات توصیه شده شامل کلم، کاهو، گوجه، هویج، قارچ، فلفل دلمه‌ای و کرفس می باشد. میان وعده‌های طبیعی مثل میوه، شیر و ماست یا آجیل رو بین وعده‌های اصلی مصرف کنید. تا حس گرسنگی بهتون دست داد، سریع سراغ غذا نرید. اول 1 لیوان آب خنک بنوشید و 10 تا 15 دقیقه وقت بدید. اگر هنوز گرسنه بودید، این حس گرسنگی واقعیه. شما برای کنترل اشتها چه کاری انجام میدید؟ برای دریافت رژیم و برنامه تمرین به سایت فیت کلاب مراجعه نمایید. www.fitclub.ir